کن خونه باز جهاز خانوم. شیر تو حلالم کن تا همین حالا خیالت رو تلفنتم واسه آقا مهدی ماچ دوبه بابا جون. مرس باز تو خودتو قاطی کردی. جهت راهنمایی بود نظر برای توش نی آقا مهدی. آج خانم بگی بیشین فدات بشم. الهی قربونت بیشین تا واسط میگیرم. نمره رمزمون چیه؟ 472. الو خانم مشکنوری سلام علیکم. من هستم مهدی پاشنه طلا قربونتم. خواهش میکنم نمره رمزمون 472 کنسرسیوم چلچرا. آره میخوام با داش دکترم صحبت کنم. قربونتم این پاریسو از طریق دکل قضایی از طریق ماچ روی آقا مهدی ماچ روی بابا. به گور پدرت بیاد با یارو یه ساعته دارم انگلیسی حرف میزنم. الو خانم مشکنوری یادداشت کن داداش ال اچ کیو بابا یعنی کامل پایپن خودمون دیگه 36 ممیز 92 ممیز 94 نزدیک مونتپارناسه. آره بابا اتاقشم واسه کنه اتاقشم دیگه زود واسه کن به داشت. قربونتم بای بای. اگه شما این 4 تا انگلیسی رو نمیدونستی ما چقدر زگ یکی باشه نگیره. حتی چیزایی نشد. الو دارم میکنه بفرمایید. بانک صادرات چیه چرا عوضی میگیرین آقا؟ دوزار لعنت. الو میگه کلینیکه. الو میگه گوشی دسته. خدا رو شکر. الو چی شو؟ هستم کلینیک. مادمازل فرانسوی صحبت میکنه حالی نمیشه. چقدر فرانسه بلدی؟ الو محمود جون خودتی؟ قربون شکل دارم خودش دکتر نیمازی الو علیکم. حالا خوبه محمود جون؟ نه مثل این که میزونی رنگ و روت هم جا اومده نکنه زیبایی کار میکنی پسر. مگه تو اونو میبینی آقا مهدی؟ قلبش با قلبم یکیه. علی ذوقیه داره چرت و پرت میگه. خب خوبی دکتر تو چرا نامه پامه نمی‌نویسی واسه ما؟ همه اینجا منتظرتم پسر. چرا شماره تلفن دوستون دورت میکردم؟ چی؟ این شماره تلفن بیمارستانه. من الان 1 ماه و نیمه که تو بیمارستان بستری هم داداش. حالم زیاد خوب نیست. گفتی تو بیمارستان چیکار میکنی؟ با اتومبیل تصادف کردم. الانم بستری ام. من میمیرم. حالم بده. مادر مگه چی شده؟ هیچی. پس تو بیمارستانی؟ با هم کلاسیاش بردنشون بیمارستان معاینه کردن و یادشون بدن. آره. فقط دکترها میترسن پاهام فلج بشه. یا سیدالکریم. آخه چی شده به منم بگو. هیچی مادر رفیق داشون تصادف کرده بردنش بیمارستان. خب میگفتی هفته پیش پام عمل کردن ولی نتیجه نگرفتن. قراره که دوباره عمل کنن شاید یه نتیجه‌ای بده. امیدوارم به حق مولا که این دفعه نتیجه بگیرن. راستی داداش میدونین نمیدونم چطوری بهتون بگم خجالت میکشم ولی خرج بیمارستان یه خورده زیاد شده و میدونید که منم همچین الان واسه تلگرافی میفرستم علی یه پر 100,000 تومان بذار بانک حواله کن واسه داش محمود دکترم برو ببینم. برو وای نسا. الو همین الان واسه فرستادم. خیلی متشکرم داداش خیلی ممنون. پاتو میگم پات. پاش چی شده؟ پاش رو میگم. پات رفیق انگلیسیشه مستر پات. به مادرت گفتم مستر پات کیه؟ مستر پاتو میگم دیگه. آره حالا بیبی بیا باهاش خانم صحبت کن اختلاط کن که بفهمه تو حالت خوبه. آره من گوشی میدم دستش. بیا. الو سلام مادر جان. سلام مادر. صداتون نمیاد. سلام به روی ماهت مادر جون. قربونت برم الهی. خوبی مادر؟ حالت خوبه؟ راحتی؟ آره راحتم. شما چطورین؟ خوبین؟ ببین تو ولایت قربت رختاتو کی میشوره مادر؟ اینجا ماشین رختشوری است مادر خیالت راحت باشه. خب خدا الهی عمرش بده. ای بزرگوار ما تو رو داشته باشیم اون وقت یه دونه داشتمون نور چشمون اول جوونی از جفت با فلج بشه. حالا که میخواد دکتر بشه و قدم خیلی در راه بندگون خدا برداره. ای آقا روزی که بشتفم خطر جسته یه جفت چلچراغ میارم اینجا پیشکشت میکنم. ای بزرگوار تو رو به 2 طفلان مسلم قسمت میدم که به این طفلای معصوم من رحم کن. ای بزرگوار من و بچه‌ام از همه جا ناامید شدیم از همه جا رونده شدیم به تو پناه آوردیم. میبخشی آبجی چی شده؟ چیزی نیست. میشه بپرسم پدر این بچه ها کجاست؟ شوفر تاکسی بود یکی زیر کرد مرد بردن سن. میبینم تو اون دولت رو پس داده. آره همون شاکی خصوصیش رضایت نمیده. کی هست؟ دختر همون مردی که زیر ماشینش رفت. پول میخواد؟ نمیدونم والا به ما که رو نشون نمیده. چند بار رفتیم ببینیمش رامون ندادن. عوضش دست به دومن خوب کسی شدی آبجی. به امید خدا و به کمک حضرت اگه بشه با زبون خوش اگه نشد با ضرب پول
اگه پولم کاری نباشه با یه فرمی واسط رضایت میگیرم. خوشیم بریم بچه ها، خوشیم بریم. آقای کمی بچه ها تو ورده بریم آبجی. خدا کریمه. خدا بریم من شما رو برسونم. نه آقا جون، منزل ما نزدیک زیر بازار چست، تا اونجا 4 قدمه. دختره رو کجا میتونم پیداش کنم؟ والا خونه‌شو که بلد نیستیم، اما میدونیم که شبا تو کافه باباش کار میکنه. کدوم کافه؟ کافه زنگول طلایی. آمدی چه؟ بازم اون یارو داره سراغ ما رو چوب میزنه. بزنه ما که چوب خورمون ملسه. برو دیگه. بباشید خانم فرمودن تشریف داشته باشین، بعد از برنامه میان خدمتتون. بعد از برنامه؟ بله قربان. باش. نفهمیدم مگه ساقاپ هم برنامه اجرا میکنه؟ میشه تو فضولی نکنی؟ خب هر کی واسه خودش برنامه‌ای داره دیگه. بازم زدی تو ساقم آقا مهدی؟ بسه دیگه. برو شوک کن داشت کوچیکم زده. اما اگه یه دفعه دیگه تو کافه داشت ما بدمستی کنی یا حسابتو ندی، خودم میزنم که دیگه جای سالم تو بدنت نمونه. یالا بنزینش بیرون زود باش. چشم خیلی بلند شجاع خوش کرده. بلند شو. بگونم چی کارش کردی؟ این دختمش بیرون سگا بخورنش اخوی. بله مرسی. آقا مهدی؟
بفرمایید خواهش میکنم. خیلی متشکرم. خوش اومدی. شما هم خوش اومدی. آبجو، ویسکی، شامپاین، علی اوها. نه متشکرم. خب خانم جیمز باند هی ما رو تعقیب کردی ها. والا میدونین من آره میدونم از وقتی باباتون مرحوم شده یک گرفتاریایی پیدا کردیم. شما میدونین؟ ای همچی بفهمی نفهمی. ما باید بفهمیم اونا چی میگن. صبر داشته باش برادر، بالاخره معلوم میشه. خب پس ما تا حدودی منظور شما رو فهمیدیم. اما شما میدونین ما واسه چی اومدیم اینجا؟ نه والا من که عقلم به جایی نمیرسه. خب فرق شما و ما اینه که ما فهمیدیم شما چی گفتیم ولی شما نفهمیدیم مگه نه؟ گفتم باید بفهمیم اونا چی میگن. میگم بهتره که من فلتو قوطی بچینم کنارشونی. آره بعد نگفتی باش برو. ما اومدیم واسه اون راننده بدبختی که مرحوم آقاتون رو زیر گرفته